اولین بار است تاجیکستان میزبان چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه میگردد. این چاره‌بینی مهم بین المللی در ایام نوروز بین المللی دایر می شود و مسئولان برگزاری مسابقه جهت دایر نمودن سبقت‌ها در سطح بلند با شرکت‌های ملی و وطنی قراردادهای همکاری امضا کرده به شریکان رسمی چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری شاهراه میان ورزشکاران کسبی و پارالمپی تبدیل می‌گردند. در همین راستا تاکنون فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان با شرکت‌های گوناگون از جمله آسایشگاه شاهنبری، شرکت سیاما، سورا اویل، شرکت تیسل، تزنت و آزیان اکسپرس شرطنامه همکاری امضا کردند. امروز باشد فدراسیون دوچرخه سواری کشور با شرکت سامون ایر شرطنامه همکاری امضا کرده. این شرکت رسما بال این چمپیونات عنوان گرفته سهم خود را در مسابقه بین المللی می‌گذارد. همچنین تلویزیون ورزش نیز شریک رسمی رسانوی این مسابقه بین المللی گردیده شرطنامه همکاری را ناریان پرویز دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش و آزادخان دولتشاهف رئیس فدراسیون دوچرخه‌رانی تاجیکستان امضا کردند. امروز با یک مراسم امضای شرطنامه همکاری و سرپرستی با دو شرکت ملی ما، یعنی که شرکت سامونر که با تمام دستگیری لوجستیکی برای آوردن مسافران، برای آوردن ورزشکاران، برای آوردن بار ورزشکاران یک دستگیری به همتا برای ما دو سازشنامه دوم سرپرستی و دستگیری این با تیوی ورزش که در 4 روز می آمدگی پخش همین چاره‌بینی رو به شکل مستقیم تشکیل میکند با همه معیارهای استانداردهای جهانی. این دست فشردن ها همش به خاطر معرفی ارزنده وطن در بیرون از کشور می باشد، زیرا قرار است در چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شهر دوشنبه از اکثر کشورهای عضو کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا که شامل 41 کشور می شوند اشتراک نمایند که در عموم در آسیا 1/3 جمعیت جهان جایگیر شده است. یادآور میشویم چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری میان ورزشکاران کسبی و پارالمپی از 25 تا 30 مارس برگزار شده. تلویزیون ورزش سبقت‌ها را به طور مستقیم پیشکش ساکنان و مهمانان کشور میکند.